سلام، خسته نباشین بچه ها. اینم گربه صدرتی که یه چشش کوره و بی تا سرش میکنه و من دارم مدیریت میکنم برای این زخم، ولی تا این دندونا کشیده نشه بچه ها. این عفونت همچنان هست و زخم خوب نمیشه. ولی من یه سوال دارم بچه ها، چرا مثلا کمک مالی بیخیال؟ بعضی خب واقعا شرطشو ندارن تو این زمان سخته، ولی آیا لایک کردن یا اینکه کامنت گذاشتن اینم باید پول مگه ما بدیم؟ من فکر میکنم جدیدن پولی شده لایک و کامنت. میدونین چرا؟ چون بچه ها حتی لایک کردن هم دریغ میکنن. بعد پیج این خانم دیدین؟ مریم سادات حسینی، ببینید انقدر که کامنت میذارن میره تو اکسپلور، هنرپیشه ها میبینن لایک میکنن، بعد بهش اعتماد میکنن. بعد یه خانومی مثل مریم سادات حسینی با همون پیجی که گذاشتم چقدر قشنگ داره پول جمع میکنه. اگه بدونی چقدر فیش واسه من فرستادن، مبلغای 10 میلیون 5 میلیون، همه 5 میلیون به بالا بوده، در صورتی که من برام عجیبه پیجی که کامنت ها بسته شده، فقط یه فیلم میذاره، بعد میگه که بچه دست من نمی باشد، من در نیشابور هستم، بچه رفته مشهد برای درمان. خب بابا از اون بذار. بعد نمیذاره. شماره کلینیکو بده، نمیده. بعد میبینین چقدر پستاش همه تو اکسپلور، هنرپیشه ها کامنت میذارن. خب مردم اعتماد میکنن دیگه. مثلا میگه که مثل خانم گلچین اومده کامنت گذاشته، خب حتما مورد اعتماد، پس بریم بهش کمک کنیم. بعد اینا اینجوری باید درد بکشن. بعد دوستان حیفشون بیاد 50 تومن 100 تومن کمک کنن. واقعا دم دختره گرم. واقعا بعضی موقع ها میگم اون اسپانسرایی که بدون تحقیق پول میدن حقشونه، واقعا حقشونه. بابا یکم تحقیق کنید، این حامیای کوچیک هم پیدا کنید ببینید. به خدا ما هم گناه داریم. مایی که داریم شماره حساب کلینیک رو میدیم، میگیم این کلینیک داره درمان میشه، زنگ بزنید بپرسید، ولی بازم دریغ میکنن کمک کنن. یه کامنت رو دلشون نمیاد بذارن. واقعا خیلی دلم میسوزه، نه واسه خودم و واسه این بچه ها که حق این بچه ها رو دزدا و شیادا دارن میخورن.